بگین کار کنه. طول یک سال اخیر تاجیکان از ناحیه قبادیان تجربه پخته‌کاری خود را در یک گوشه دور ارمنستان آزمایش می‌کنند. حدود 25 نفر در دهه ارکس ولایت ارمویر ارمنستان که هم مرز با ترکیه است، در ماه نوامبر حاصل پرورش کرده پخته خود را با دست جمع آوری می‌کنند. ما بچه‌ها این سال 1200 گکتار زمین پخته کردیم. بعد از 3 گکتار با من تربوز داشتم و 2 گکتار خربوزه. 1 گکتار دیگه اشا او پامیدورتون آوردم، پامیدور بدوشتم. زمین‌های کشت پخته که آنها کار می‌کنند به یک ثروتمند با نام گاگیک چروکیان ربط دارند. شرایط زندگی و کار برای شهروندان تاجیکستان در این گوشه ارمنستان خوب است و از نظر ویژگی‌های کاری هیچ تفاوتی با پخته‌چینی در تاجیکستان ندارد. فرق این است که هر ماه برای پرورش پخته در اینجا به غیر از غذا و جای خواب به آنها $450 معاش می‌دهند که در تاجیکستان این مبلغ را پیدا کرده نمی‌شود. همه زمین خود همه خود کفاس کردن او دو زمین دروشون دو زمین و مهنت میگیره. شو. پخته‌کاران تاجیک با دعوت هموطنان به ارمنستان سفر کرد و در آنجا جای کار پیدا کردند. اکثر آنها قبلا در روسیه هم کار کردند، اما با مشکل و گران شدن پرداخت‌ها و شرایط کار در روسیه ارمنستان را برای کار انتخاب کردند. کاردهنده همه کارگران تاجیک را در 2 حوله کلان نزد میدان کشت جایزه ایستاده است. سال 2018 صاحبکار و پخته‌پرور محلی گاگیک خچیکیان با تجربه 20 ساله کار و زندگی در تاجیکستان پخته‌پروری را در ارمنستان احیا کرد. خچیکیان برای کشت و پرورش پخته به جمهوری کارگران تاجیک را جلب کرد. ولی اپریل سال جاری اسم او در رابطه با پرداخت نشدن حق کاری یک گروه کارگران تاجیک رسانه‌ای شد. گروه کارگران تاجیک با شکایت از پرداخت نشدن حق کارشان در نزد حکومت ارمنستان اعتراض کردند. نماینده رسمی خچیکیان آن زمان گفت که دعوای کارگران قسماً به حقیقت نزدیک است. این دعوا بعداً حل خود را پیدا کرد و گویا شریک دیگری تجارتی خچیکیان حق زحمت کارگران تاجیک را پرداخت نمود.